انا اجرا بگم چی خواجه علاءالدین ها زیارتگاه خواجه علاءالدین ناحیه سنگوار. از مرکز سنگوار تا اینجا چند کیلومتره؟ های مرکز سنگوار هست 60 قریب تقریبا 60-80 کیلومتر دور با پیاده میبروی. انا یکی سفید ما هم درون نمیوز میداریم. همین کتالیت مرغانا میبینیم با همون کوی سفید باید برسیم. اوی مزار او به حد خنکار. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة. ويا الله اكبر. يا خالي شيء ناو جنس كميكال يخبط دوتر خانمی مازوری حضرت خدا علاءالدین دل دست میگم اونا باینی اینمی درختان داره اونا دلونا میگه ما امیام دایی جو نیستن امی طور سر یعنی حضرت اینا سه دونایی دکتر طور سر ایسوسیشون حتی پیش چشمان داره آنایی آدم آن مرکز حضرت خدا علاءالدین دل دسته میگم یک سرلشکرهای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با خاطر اسلام جاری کردن اومده در وقتش. انا یارخوی انا گرز شمشیر سپرش تو سال 1953 همیجا بدنده همی چهار سالش. بعد سال 1953 خیلی دولت شورایی نمیدونم بود دولت سریتی انا برای وادی وحش آباد کردن. انا مقصد خیلی هم ازبک‌ها بودن کمتر بودن. انا مقصد خونه کمشی داشتن میخواه خیلی تکنیک هم کار رو میکرد. بعد این مردم ها رو اینجا بودن انا اونجا خیلی نیمش بود در اون گرمی و بعد آدم های چی خیلی نیمش آباد کردن. بعد برای یارخوی همی میگم موضوع شویدن. بعد میگه ما مایده بیم بیولوگا اونجا کار میگم به کان سیما بود. انا همیو میفرویند همی یارخوی ایران میگیرن میبرن در موزه لنینگرادی همی چی میکنن روسیه یارخوی زور بودن. انا حضرت غیر سرلشکریش با اولیاء هست. همی اولیاء هم هر کدومش با همون طاعت عبادت پرهیزگاریش میخواد جا هست. این در بین یعنی اولیاء در مقامی 73 جا دوستی با پروردگار حضرت خدا علاءالدین گلدسته میگن. اما گلدسته این تخلص شد. اما در وقت زنده بودنش یک اولیاء دیگه همیجا میبره خطیش سبب میگن. اگه نومی اولیاء را کدوم متولی فروم مشکل یا چخیلی که اما اولیاء میگن ما هم شنیدیم. اما اولیاء میبره قدم حضرت در وقت زندگی صحبت میکنن. و در وقت خیلی خوش میگه حضرت خدا علاءالدین اگر روزی باشه من یک تفت میکنیم. میگه میلش هیچی نداشت دست زن بغلش پیش میکنه یک خلوه کنون پیدا میشه میگیره برای حضرت میتیه. انا میتیه خلوه باییره انا این خرسن میشه حضرت خدا علاءالدین. بعد با بعد کم کم ذکران میشه میگه حضرت اولیاء بوده است. من انا چی کرد کرامات کرده انا که باید من یکان چیز حتما این ربطی ندارم چکل میکنی. بعد قفشی کرد دیده بود که یعنی حضرت دست در بغلش پیش کرده او هم خیلی خداوند را تای دلیات کرد بسه این بغلش
پیش کرد که یک دستگل تر تازه پیدا شد. انا همین دستگل را میگیره برای حضرت میتیا برای مهمان هر دشو در بوی همین گل خردونه همین که مسرنگ میشه همین خرسنگ میشه. انا اگه میگه که قرآن را خیلی ما میخونیم مقصد خیلی ختوم هم میتونی خونده باشه. انا مثال میگه همین پروردگار اگر سر بخواه بگه که پیدا شد همون چیز نامش میگیره همون پیدا میشه. انا مقصد همین دید که در همین زیر همین یعنی کل همین طاعت عبادت همین را کرده و ذکر همین را میگن در صحبتاش فقط نام خدا را انا به همون خاطر خوش آمده خیلی یا را تحفه کرد یا با همدیگر. انا اگر دعا یا قبول شد انا به همون خاطر حضرت خداوندی دل دسته میدن. انا این امتهای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم انا حضرت بر سرمست ولی اینا ایده 50 کیلومتر دوره یا هر یک سال به هم دیگر رو میخورن روحاشون. اینا مثال اینا 1470 سال شده باشه اینا 4,000 سال شده. او امتهای حضرت موسی علیه السلام انا که علما همه قشلا بسید دیده میشه یک شوفه همه بالاش خنبه در وقتش همه خلقی وقتی همون فال میداستن همون قدر رهنه اینه و ماشین میره ماشینی و تاش میره کلپه همون انا صدا میکنه انا همون حضرت برس با همون جرم میآید یه اهمیده 1 کیلومتر میره این دیوکی 49 کیلومتر میره 1 کیلومتر میره. برای چی این حرمت میره؟ برای که این امتهای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این مثال همه حضرت بابای آدم یکم پیغمبر دوم وقتی آفریدش ای خواب انا خونگی او را زن او را ای قبرگاه چپی همه بابای آدم آفرید. انا همه وقت تایی در روزای هیچ قسم میروند همونجا لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته بعد بابای آدم حیرون میشه و پروردگار مراجعت میشه میگه یا پروردگار خیلی پیغمبران بیوسته خیلی گپ میزدن خیلی پروردگار میگه یا پروردگار گفته بود که یکم آدم خطا آفریدن انا از قبرگاه چپ ما این امام هوای کمپیر ما ولی ایمان نسل نیست این نامی که دارید. بعد میگه که این نامی یک نبیروهای خودت اول احمد بونداش بعد محمد این میگه 70,000 سال پیش ای دنیا را آفریدن نوری ایره من آفریدیم نوری ایره من آفریدیم. انا مقصد در 7 دایره ایره دوشاندگی انا برآوردگی میگه اگر این که نمیشید من دنیا را هم نمی آفریدم چرا هم خداگی خدمم آشکار نمیکرد. انا برای همون مثال تمام همون پیغمبران پیش انا امتهاشو این امتها و برای حضرت ها را مثال چی میکردن خدمت ایجاد میکردن. خیلی آیت میخونیم مثلا اعوذ بالله اینجا زبایر زبایر کسی بودیم لو زبایر ها زبایر اینجا خواه صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا رحمت مغفرت کنه. او ناکودا رنگ خیرس باره دیده نه رنگ خیرس باره شده نه دیده سنگ خیرس لگه رنگ خیرس لگه بهتر این زبایر گفتنی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر اسلام پناه کردن همین طرف اومده شهید شده در این طرف ها پلاشت که هم منداش نمیباره عموما برف برنه میزنه اوخم میزنه و بالاش پوشندگی کن بالاش براش میریزه و درون نمیریزه
اینه شاه عروس یا آه. این شاه عروس انا ایش هیکل پادشاه اینا دیدم شاید شو بگیرس از تلفن چشمش انا با بالاتر گو پرنده انا زو پرنده ایسو da? پستک Ana. اونه عجیبه ای او برعکس بخشوتم ای ناحیه 5 اینجا هم دیدگی نیست 60 ساله روسیه کار میروه روسیه؟ روسیه کار میروه انا همی صحابه همی شیخ زبیر 5 مرتبه در خوابش میدره میگه که من در امو تاجیکستان ختوم در امو وادی وخیا همه جای زیارتگاه حضرت بر حضرت خداالدین قشلاق لنگر که رفتی انا همو گنده یک کی سفید میبرای میره اول چشمه همو کی سفید همو چشمه ای طرف چپش مزار حضرت خداالدین ای طرف راستش تحت همو شوخ سفید جره جنگل ایمو قشلاق افزار میگیری راه میکنی 50 قدم میره در یک بلندی جای من میشود دو ارچه در طور سر من اون ارچه اون دو ارچه در طور سر یک ارچه اینه پونی پا انا با اینه شوخ جداگونه در پونی پا میده انا من رو با قبله همو در خوابم همو بلندی بود انا من ارچه‌ای که بالا هستن همین شاخاشو همین خیلی دختگی در بالای منزلی من اومدگی هم انا همون شاخهای همون رو میگیری و یک چیز در بالای من نشانگی بار میکنی بعد همون متولی حضرت خداالدین میگویی که انا من خیلی شیخ زبیر با صحابه با خاطر اسلام جاری کردن اومدم همین شهید شدگی انا بخشات بیایم اگه وقت ساعت من رسیدگی بیایم نه همین آدما زیارت کنن خدمه اون زیارت کرد برای که میایم دسته زیارت میکنن حضرت خداالدین باری میشورن میروند من زیارت نمیکنم برای چی برای که نه متولی نه آدمای محلی من خبر من نمیدونن غیر خداوند خبر من هیچ کس نمیدونه انا این شیخ زبیر سلامت باشه